در بین کمتر از 2 روز آخر از شب 3 به 4 ایول تا صبح 5 ایول فقط در شهر دوشنبه دست کم 7 نفر از شخصیت‌های شناخته و نزدیکان آنها جان باختند. سبب مرگ دست کم 5 نفر آنها کرونا ویروس گفته می شود. یک منبع از بیمارستان یکم سویتسکی روز 5 ایول به پایگاه خبری بامداد گفت که تنها در 5 روز آخر و تنها در این بیمارخانه 7 نفر به علت کرونا ویروس جان باختند. صبح 5 ایول در یکم سویتسکی همکسب خود ما دندان پزشک حکیم شریفوف که طول 20 روز آخر در بیمارخانه یکم سویتسکی از بیماری کرونا ویروس تبابت می گرفت از دنیا درگذشت. 1 ماه آخر نفسگیریش تنگ شده و به او با کسلرود نفس می دادند. گفت صحبت بامداد. با گفته او دست کم 13 بیمار دیگر کرونا ویروس در بیمارخانه یکم سویتسکی در حالت وزنین قرار دارند. زرینه تورکولونا در گروه فیسبوکی ورچی تاجیکستان از درگذشت سبزبهار عبیدووا یک طبیب دیگر تاجیک خبر داد. سبزبهار عبیدووا 56 سال داشت. علت مرگ او گفته نشده است. از اول ماه ایول تنها در دوشنبه الکی 3 طبیب تاجیک جان باختند. دکتر علم‌های طب پروفسور فریدا منصورова یکی از ویروس شناسان شناخته تاجیک و فرزند اکادمیک حمید منصوروف که کلینیکای مشهور منصوروف به نام اوست روز 1 ایول در سن 69 از کرونا ویروس جان داد. خورشید شریفوف و فردوس دهاتی 2 ساکن کوچه شمسی هر دو در یک روز شام شنبه 3 ایول از کرونا ویروس جان باختند. فردوس دهاتی نبیره عبدالسلام دهاتی خط پرده رشته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان با گفته همسبقانش حتی فرصت به بیمارستان رفتن پیدا نکرد. این بیماری خطرناک او را در بین همگی 2 روز از پا افتاد و به مرگ رساند. گلرو عظیمووا همسر گنرال امیرقل عظیموف با گفته همسبقانش از بیماری گرده جان باخته است. گلرو عظیمووا رشته زبان و ادبیات روس را ختم کرده بود. همسر او امیرقل عظیموف در گذشته وزیر کارهای داخلی دادستانی کل، کاتب شورای امنیت و رئیس کمیته پارلمان تاجیکستان بود. او حالا بازنشسته است. گنرال مایور سیدامیر رازقزاده سابق معاون وزیر دفاع تاجیکستان روز 4 ایول در سن 64 وفات کرد. نصرت شاه حسین زاده یکی از شاگردان سیدامیر رازقزاده به رادیو آزادی گفت که گنرال مایور سید امیر رازقزاده طی 2 هفته در بیمارخانه سرایتی واقع در محله زرافشان شهر دوشنبه بستری بود و بگاهی دیروز از بیماری کرونا ویروس درگذشت. همسر انورشاه مظفروف وزیر سابق مالیه تاجیکستان نیز از بیماری کرونا ویروس وفات کرده خود مظفروف در بستر بیماری قرار داشته است. در این باره روز 4 ایول در فیسبوک کرم‌الله عادلوف همسبق انورشاه مظفروف خبر داد. انورشاه مظفروف از سال 2000 تا 2004 وزیر مالیه تاجیکستان بود. خبر مرگ دست کم 7 نفر در دوشنبه در حالی است که تاجیکستان به موج نو بیماری کرونا ویروس روبرو شده است و پایتخت یکی از منبع‌های اساسی پهن‌شوی این ویروس نام برده می شود.